سلام به توی که از ریاضی متنفر شدی یا از ریاضی خوشت میاد اما درست نفهمیدیش. چرا متنفر شدی؟ چون اصلا تقصیرتون نبوده، به تو ساده و به زبون روون و آسون آموزش ندادن و معمولا هم برای اینه که خودشونم نمیدونستن چجوری باید ساده بگن. الان توی این ویدیو میخوام بریم سراغ عددها. اصلا عددها چی هن؟ این که میگن این عددهای فلان، کسر فلان، اینا چی هن؟ بریم روی تخته برات ساده و روون بگم. ببینید آدم‌ها وقتی که اطرافشون رو دیدن و طبیعت رو دیدن، خب یه وقتی احتیاج داشتن اینا رو بشمارن، 1 2 3. خب اومدن شروع کردن چیزایی که اطرافشون رو میبینن شمردن. از اعداد چی نیاز داشتن؟ 1 و 2 و 3 و 4 و حالا بعدن که یاد گرفتن بیشتر هم بشمارن. چیا رو میشمردن؟ طبیعت رو، چیزایی که تو طبیعت میدیدن. برای همین به اینا میگیم اعداد طبیعی. خب همین. اگه من مثلا یه دایره در نظر بگیرم اینجا، اینا رو بریزم توش، اینا 1 و 2 و 3 و تا آخره. حالا دیگه اینا تا بی‌نهایت هم ادامه داره. خب بعدش حساب کتاب اومد وسط. یه خورده پیشرفته تر شدن، یاد گرفتن حساب کتاب هم بکنن. مثلا 2 تا بوقلمون شکار کرده بود، هر 2 تا رو میداد به خانواده‌اش میخوردن، دیگه چی براش نمیمون. بعد اینجا چی نیاز شد؟ خب 0 هم نیاز شد. یعنی همینا بودن و یه دونه 0 هم اومد اضافه شد. ببین توی چی به وجود اومد؟ توی حساب و کتاب. برای همین به اینا میگن عددهای حسابی. خب حالا بخوام توی این دایره نشون بدم، همینا یه دونه اضافه شده، یعنی یه 0 اینجا اضافه است. درست شد؟ من اینا رو بردم یکم این برتر که جای همشون بشه. خب حالا اگه یادتون باشه توی کلاس 6م 7م اومدیم عددهای منفی هم خوندیم، کمتر از 0. یعنی فهمیدیم کمتر از 0 هم عدد هست. کجا کاربرد داره؟ مثلا دما، میگن دمای فلان شهر 8 درجه زیر 0. خب بچه‌ها این معلوم نیست کی توی تاریخ این عددهای منفی رو اختراع کرده. چند تا داستان متفاوت هست، اما ببینید جز این دما و اینا خیلی جاهای دیگه کاربرد داره. اما اینجا ما میخوایم بدونیم چی هستن. چی هن؟ همین عددهایی رو که داشتیم، خب کمتر از 0 هم بهش اضافه میشه، یعنی منفی ها هم اضافه شد و تا بی نهایت اینا هم ادامه داره. اگه بخوام تو این دایره بکشم، یعنی اینا همه جز عددهای صحیح هستن. به اینا میگیم عددهای صحیح. چرا؟ چون اینا همشون کامله، خورده نداره. 1 2 منفی 1 منفی 2. خب میگیم عددهای صحیح. یعنی اگه بخوام اینو کامل تر کنم، همه اینا جزشه. خب یعنی این انگار یه مجموعه بزرگتر میشه. اینا عددهای صحیح. خب تا اینجا حالا این همه کسر و عدد اعشاری و حالا تو پایه 8م 9م و اینا که گویا و گنگ و اینا چیه؟ ببینین داستان اینا چیه بچه ها یا بزرگترها، توی هر سنی هستین و دارین این ویدیو رو نگاه میکنید. ببینید اینا همه عدد کاملن. 1 کامله، 2 کامله، منفی 3 کامله. اینا همه کاملن تا اینجا، این 3 تا مجموعه‌ای که خوندیم. خب اما آدم ها احتیاج پیدا کردن به یک عددهای خورده. مثلا شما فکر کنید آدمای عصر کشاورزی 4 تا زمین داشتن، 5 تا برادر بودن. خب اینا رو می‌خواستن بین خودشون تقسیم کنن. اینجا بین به کار میاد، مفهوم بین. که حتی از کلاس اولم اینو گفتن. مثلا یادتونه یه عکسایی بود، یه مثلا این خودکاره اندازش چقدر؟ بین مثلا 5 تا و 6 تا سنجاق. اون موقع که هنوز اندازه‌گیری استاندارد بود، کلاس اول یاد بچه‌ها ندادن. خب وقتی که مفهوم بین میاد وسط، ما این بین اینا رو هم نیاز داریم، یعنی عددهایی که بتونیم بشکنیمشون. اینجا بچه‌ها این وسطا، خب این وسطا بین 1 و 2، بین 2 و 3، بین 0 و 1، بین منهای 1 و منهای 2 بیشمار عدد داریم. به اینا میگیم عددهای کسری و حالا بهتون میگم اعشاری و گویا و گنگ و اینا همه بین اینا هست. خب پس چی شد؟ اون مفهوم بین اینا رو به وجود میاره.
حالا کسر چیه؟ من هر چی که دارم میخوام بستگی به اون تعداد نفرایی که هستیم میخوام تقسیم کنم. 2 تا نون دارم اما میخوام خوردشون کنم، مثلا بین 10 نفر تقسیم کنم. خب میام با ادامو به 10 قسمت تقسیم میکنم. چه میدونم 4 تا نون دارم ولی چه میدونم 3 نفریم، خب میام با ادا رو 3 قسمتی میکنم. خب این کسر، این داستان کسره. پس اگه بخوام کسر رو بگم، یه مجموعه بزرگتر ما داریم که میشه شامل این چیزایی که بین اینا هم هستن، کامل نیستن. خب حالا اعشار چیه که مثلا اینطوری می نوشتیم اگه یادتون باشه؟ مثلا این چیه؟ این همون بچه ها 1/10، یعنی یه واحدی داشتن اومدن به 10 قسمت تقسیمش کردن. خب این هم که همون کسره. دقیقاً اعشارها یه نوع کسرن که ما فقط میایم با مخرج 10 و 100 و 1000 و اینا در نظرشون میگیریم. چرا؟ خب اینم دلیلش ساده است. مگه ما نمیگفتیم یه دونه یکی تا 9 تا یکی میشن یکی، ولی وقتی 10 تا بشن میشه یه دسته 10 تایی، دوباره 10 تا 10 تایی میشه یه دسته 100 تایی. به این میگیم سیستم 10/10، یعنی ما عددها رو توی سیستم 10/10 داریم به دست میاریم و حساب میکنیم. خب از این ور به خورده های 10/10 هم احتیاج داشتیم. همون یه دونه یکی رو میایم 10 تا قسمت کوچولو میکنیم میشه یه دونه 1/10. یه لباس اینطوری بین‌المللی هم تنش میکنیم. این میشه نوشتن اعشارش. یعنی اگه اون جدول ارزش مکانی که از کلاس اول یاد گرفتیم، ببینید این یکی بود، این 10 تایی، بعد 100 تایی و این داستان ها میرفت جلو. خب حالا بقیه‌اش رو میگم. اینم از این بر هی دارن زیاد میشن، اما ما به خورده ها احتیاج داشتیم. اومدیم یه نوع کسر رو در نظر گرفتیم که مخرجشون فقط 10 و 100 و 1000 باشه. ببین اگه این یکی باشه بچه ها و بزرگترها میایم اینو 10 قسمتش میکنیم، یعنی کامل 10 قسمت. این میشه 1/10. دوباره همین 1/10 رو 10 قسمت کنیم میشه 1000. خب پس اعشاری هم همون یه نوع کسرن. همین. حالا توی پایین نهم که مثلا بچه ها میخونن عدد گویا و گنگ و اینا، ببینید کلا مجموعه اعداد حقیقی از همه اینا بزرگتر. الان این بزرگه رو من میتونم اعداد حقیقی در نظر بگیرم. یه عدهشون همین کسرا و اینا که میشن گویا، یه عدهشون یه شرایط خاص دیگه دارن، به اونا میگیم گنگ، که حالا اون داستانش باشه برای بعد که یه خورده دیگه این ویدیو پیچیده نشه. چطور بود؟ اگه جاییشو متوجه نشدی و احساس میکنی بازم باید ساده تر بگم، توی کامنت ها برام بنویس. این داستان اعداد تا توی ویدیوهای بعدی بریم سراغ بقیه چیزایی که برامون ساده گفته نشده ولی قرار اینجا ساده برامون یادش بگیریم.